برادری پرسیدن خداوند ما را تا آخر رزق می دهد، لکن به واسطه چی رزق می دهد و در قرآن کریم درباره رزق چی آمده است؟ برادر محترم، این را ما بدانیم رزق از جانب الله تعالی است. در دنیا هر جمنده، هر زنده از انس و جن و حیوانات و پرنده ها و همچنان هر زنده‌ای که در روی زمین زندگی میکنه، در داخل دریاها زندگی میکنه، در زیر زمین زندگی میکنه، همه از اینها را رزقش الله تعالی آماده میکنه برشان. الله تعالی در سوره هود میفرماید و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جمنده و هیچ زنده و حرکت کننده در روی زمین نیست مگر اینکه رزقشان بالای الله تعالی می باشد. و از جمله نامه های زیبای الله تعالی الرزاق است، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و همچنین الرازق است. و از جمله نامه های زیباشان المنان است، الله تعالی زیاد می دهد، المعطی بخشش میکنه، الوهاب رزق بخشش میکنه و دیگر نعمت های دیگری را بخشش میکنه. مطلب از رزق دادن الله انسان فکر نکنه که وقتی مشخصی الله تعالی در جای انسان حاضر شه اونجا پول تقسیم میکنه یا رزق روزی دیگری برش آماده میکنه اونجا تقسیم میکنه. به این فکر نباشه. انسان فکر کنه در قرآن کریم مصادر رزق، راههای رزق الله تعالی معرفی کرده که از جانب خودش می باشه. آسمان یکی از راههای رزق آسمان است که از این طریق الله تعالی باران میکنه و ذریعه باران زمین سیرنم میشه و گیاهای خود می رویاند و چشمه ها جاری می شود، دریاها همچنان جاری میشه. اینا همه مصادر رزق هستند. و همچنان جنگل ها که مناطق زیادی جنگل دارد، در جنگل هایشان میوه های پرثمر دارند، چوبه ها دارند، از طریق از اینها الله رزق برشان آماده میکنه. و همچنان یکی از راه های رزق معادن است، معدن ها که در کوه ها می باشه، در بطن داخل زمین ها می باشه، معدن طلا، معدن نقره، معدن آهن، معدن پترول، تیل و معدن گاز و غیره معادن دیگری بیشمار در دنیا. همه این معادن ذخایری از جانب الله تعالی می باشه. قدرتی بشر نیست که در داخل زمین این چنین معادن جابجا کنه و بیا دیگرها استفاده کنه. بشر اینقدر بخیل است که بر اندک چیزی مالک بوده باشه همه مردم دیگر از اون محروم می سازد. و این رزق از جانب الله تعالی فراوان برای همه مخلوقات. گاهی انسان هایی است که هیچ چیزی ندارن، یک جا می بینی معدنی برش آماده میشه، از جمله سرمایه دار و زندگی دارترین انسان ها جور میشه. و همچنان از راه های رزق دریا هاست که مردم سفر میکنند از یک جا به جای دیگری. داخل دریاها دانه های قیمتی است که او را بیرون میکنند و این رزق از جانب الله تعالی. و همچنان ماهی ها داخل دریاها زندگی میکنه و این رزق است برای بهترین گوشت که الله معرفی میکنه، لحما طریا، گوشت بسیار تر و تازه و مفید. و همچنان در جنگل ها و بیابان های دنیا هر جای حیوانات دیگری است که الله ایره حلال قرار داده، انسان ها میرن شکار میکنن و این گوشتی حلال و پاک برشان آماده است، استفاده میکنن. بعضی ها است که خودشان رفته شکار میکنن، بعضی ها رفته شکار میکنن، میان از راه از شکارشان تجارت میکنن. پرنده ها، حیوانات، همه انواعی از مخلوقاتی که گوشتشان خورده میشه. یکی از راه های رزق زمین است، از یک جا به جای دیگری سفر کردن، تجارت کردن، کار کردن. الله تعالی میفرماید فامشوا فی مناکبها، زمین الله آماده کرده، هموار کرده. در زمین انسان بسیار به راحت سفر میکنه از یک جا به جای دیگری. راه ها را در زمین الله تعالی برابر کرده، از یک منطقه به منطقه دیگری با آسانی میتونی بری. اگر این راه ها را الله بند میکرد، در یک جا انسان همونجا حبس میکرد که دیگر راهی برش آماده نمیکرد که از یک جا به جای دیگری سفر کنه، با سخت بود. فامشوا فی مناکبها، در اطراف زمین سفر کنید.
و کلوا من رزقه، از رزق الله تعالی بخورید، تلاش کنید و رزق در هر جایی که بوده باشه همونجا رفته تلاش کنید. شخصی میره از یک جا به جای دیگری تجارت داره، کار میکنه، اینا همه راهایی است که الله تعالی برای بنده خود راهی از رزق آماده کرده. و چیزی دیگری مهم ایست که انسان ایره بدانه که رزق الله فقط برای مسلمان نمی باشه. همه مخلوقات زمین، کافر، مسلمان، همه از اینها رزق الله استفاده میکنه. الله تعالی میفرماید کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. رزق الله بالای هیچ کسی بند نمی باشه، کافر از مسلمان است. البته این رزق از این انسان پرسان میشه، مسلمان بوده باشد یا کافر، همه از اینها از این رزق پرسان میشن. و البته رزق برای کافر در دنیا استدراج است برش. الله تعالی رزق زیاده برش آماده میکنه و از طریق رزق که ناسپاسی رزق میکنه، از طریق ازی عذابش چند بالاتر میره. البته بنده مؤمن وقتی که رزق پاسش میداند، شکرش ادا میکند، الله تعالی رزق از او را بیشتر میسازد. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. اگر کفران کنه، ناسپاسی کنه، باز برش این رزق در حقیقت عذاب می باشه و همچنان برکتی از رزق را در زندگیش نمی بیند. و چیزی دیگر مهم است که انسان فکر نکنه هر کسی که رزقش زیاد بود او انسان خوبی است. نه خیر، گاهی الله تعالی کافر برای امتحان و آزمایش مال زیاد میدهد و گاهی هم مسلمان همچنان. بعضی مسلمان هاییست که مال و دارایی و سرمایه بسیار زیاد دارن، ولی این مال آزمایش خطرناکی برش می باشه که از طریق این مال عذاب برش چند داده میشه. در دنیا از کفار قارون اینقدر سرمایه و زندگی بیشماری داشت که کلید خزانه های از او را کسی، یک جماعت بزرگی نمیتونست که بردارد. الله تعالی از طریق سرمایه‌ای که به او فخر میکرد، به ذریعه از او داخل زمین فرو بردش. یعنی بالای مردم غرور میکرد، فخر میکرد که این سرمایه یعنی از طرف خودی ما باشه و ایره ما به عقلم، به ذکاوتم، به جسامتم ایره پیدا کردم. الله تعالی ایره در قعر زمین فرو میبرد و انسان سرمایه دار و زندگی دار، سرمایه و زندگیش مانی از این نشد و ایره ممانعت نکرد که به زمین فرو نرود. و همچنان فرعون ملک و پادشاهی و سرمایه و زندگی داشت و با او فخر میکرد. و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. نهرها از زیر قصرهاش میرفت و افتخار میکرد الله برده در یک جایی به ذریعه امی رزق او را تباه کرد و غرقش کرد، در دریا رفته غرق شد. و همچنان دو تا شخصی که قصه شان در سوره کهف می آید، یکی مسلمان بود و دیگری کافر بود. کافر سرمایه و زندگی داشت، فخر میکرد، الله زندگی از او را، باقی از او را همه را تباه کرد، از بین برد، رفت که هیچ چیزی نیست. و شخصی چند تا برادر دیگری قصه شان در سوره قلم می آید، نون و القلم، این می آید که اینها زندگی داشتن، باقی داشتن و وقتی میوه باغشان رسید میخواستن برون میوه را خودشان استفاده کنن، کسی دیگر خبر نکنن. الله تعالی اینها را در این مال آزمایش، مورد آزمایش قرار داد. رفتن دیدن هیچ چیزی از باغ نیست، همه از بین رفته. پس مال یکی از اسباب آزمایش برای انسان می باشه. انسانی مسلمان و مؤمن وقتی که مال در دسترسش قرار داد، این مال الله میدانه و خود بالای این مال امین فکر میکنه که من امانتدار این مال هستم، باید این مال به جای خود مصرف کنم، که جایی که تقاضا داره برای اهل و فامیل و حدی که ضرورت است. و مسلمان های دیگری فقرا از این مال حق داره، با اونها هم سهم میدهم. این مال زکات داره، زکاتی از این را باید بیرون کنم.
و در جای خوب و بهتری باید ما را مصرف کنم. این انسانی مسلمانه شکر و همچنان سپاسش در مقابل رزق الله مال الله هستن. اما انسانهای ناسپاس چی هستن؟ اونها رزق الله را میگیرن در بیراه مصرف میکنن، در زنا و فحاشی و در راههای کفر و در راههای شر و بسیار بدی دی تو راها مصرف میکنه و این مال یکی از اسباب می باشد که در روز قیامت به ذریعه این مال جزا میبیند، صدا میبیند و عذاب میبیند. الله تعالی میفرماید یوم یحمى علیها فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آنهایی که مال در راه خیر مصرف نکردند، زکاتی از مال بیرون نکردند، صدقات و خیراتی از مال خود نداشتند، در روز قیامت این مال آتش میگرده و به ذریعه این مال پیشانیشان داغ گذاشته میشه، در پهلوهایشان داغ گذاشته میشه و براشان گفته میشه این مالی بود که تو در دنیا کنز کردی، جمع کردی، ذخیره کردی، هیچ در راه الله مصرف نداشتی، این مال زکات نداشت، امروز جزای ازیره بچش. الله تعالی ما را از جمله بنده های شاکر قرار بدهد که شکر نعمت های الله تعالی را داشته باشیم و همه نعمت نسبت شود به سوی الله تعالی بکنیم و این مال و سرمایه‌ای که در پیشمان است این را یک امانت فکر کنیم و خود را امین بالای این مال بدانیم و هر لحظه فکر کنیم که از ذره ذره این مال پیش الله تعالی ما پرسان میشیم و همچنان حسابدهی میکنیم.